لطفاً میگفتید زن به اجازه شوهر در استماتولوژی نزد خانه‌اش دکتر دندان میگردن پالشویی کرده میتواند شوهرش با 4 فرزندش تامین نمیکند زنش را. اگر زن گرسنه باشد و گوید که من نان خوردن ندارم، اگر خودم به کار نبرآمدم فرزندان ضایع میشوند، البته درست است برآمده پولشویی کردن یا اینکه کار دیگری که از دستش می آید. و به مناسبت همین سوال عزیزان خواهرانی که مرا میشنوید، یک صدای کوتاهی من در شورت راه نور درباره زنهایی که با عذاب پولشویی میکنند و بعدا کرته میخرند و طلا میخرند و مسابقه ماده پوشی میکنند هست که اکثریت خواهران الله حفظتان کند و آنهایی که مرا در آنجا دشنام کردید پروردگار گناهاتان را ببخشد و من هم به کسی در این مسئله هیچ در دل بدی ندارم. الله گناهی همه شما را ببخشد و اله رفع درجه ما و شما گردد. زیادی همین گونه فکر کردید که من گویا پولشویی را حرام کردم. خواهران عزیز، شما اگر از دستتان چیزی نمی آید و رفته در مکتب پولشویی میکنید، در آشخانه پولشویی میکنید، کار شما حلال است، این رو کسی حرام نمیگوید. اما رفته جایی که خوک میفروشد، عرق میفروشد تازه میکنید، مادامی که میگید من زنی مسلمانم، در این وقت در حقیقت کار حرام است. یعنی برای زنی مسلمان رفته خوک تازه کردن، دست را به خوک آمیخته کردن حتی گناه است در شریعت. و اونجا سخن اساسا درباره خواهرکان می رود که آنها گرسنه نیستند، آنها تشنه نیستند، آنها صبر کنند زندگیشون میگذرد، ولی به خاطر اینکه خرید زیادتر کنم، خانه هم باز ریمونتش خوشروتر شود، آنها در این جایها رفته کار میکنند و شوهرانی هم هستند که خودش میخواهد گویان اجازه میدن. اونجا صحبت درباره این می رود. اما خواهرانی که شما مکتب نخواندید یا خواهرانی که میگید از دستم کاری نمی آید، من پول مکتب رو میشویم، من پول آشخانه حلال رو میشویم، من کوچه رو تازه میکنم، حق حلالتون است، کسی به شما در اینجا کارتون حرام نگفت. و لطفاً عقل خود رو وسیع‌تر در این مسئله استفاده برید که اونجا گپ درباره چی می رود